آیه رو باز میکنیم از مصحف. دوستان عزیز این آیه رو اگر نشون بدید، آیه سوم سوره نساء است. سوره نساء بیشتر به امور خانم ها و بانوان و خانواده، صله رحم، روابط زن و شوهر، فرزندان و این مسائل میپردازه و آیات اول این سوره رو یا آیه اولش رو شاید هر روز جمعه شما در خطبه نماز جمعه از زبان خطبا در مساجد بشنوید. حتی اگر که به زبانهای غیر عربی هم صحبت بکنن، این آیه رو حتما با الفاظ عربیش میخوانن. در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الناس، ای انسان ها. یکی از خطابهای بین المللی قرآن کریم است که همه بشر رو مورد خطاب قرار میده. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. بترسید، تقوا پیشه بکنید از پروردگاری که شما را از یک نفس آفرید. یعنی چی؟ عدالت، مساوات در بین همه بشریت. و خلق منها زوجها، از این انسانی که آفرید همسرش رو قرار داد، همسر برای او قرار داد یا همسر برای او به وجود آورد. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و از این زن و مرد که آدم و حوا علیها السلام باشند، مردان زیاد و زنان زیادی رو الله سبحانه و تعالی خلق کرد که همه بشریت در اصل برمیگردن به آدم و حوا علیها السلام. واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. بترسید، تقوا پیشه بکنید، خدا ترسی داشته باشید. در مقابل کی؟ در مقابل ارحامتان، خویشاوندانتان. صله رحم یکی از موارد خیلی مهمی است که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت انسانها رو میپرسه. چه بسیارن کسانی که امروز با خواهرشون، با برادرشون، با خاله و عمه و دایی و این خویشاوندان نزدیکشون میباشید بنابر دلایل مختلف رفت آمد ندارن، قهر هستن. اینها پرسیده میشه در روز قیامت. طرف مثلا 1 سال 2 سال است با عمو، با داییش، با خواهرش، با برادرش، با عمهش، با خالش، با اینا صحبت نمیکنه. حالا سر میراث است، سر مال است، سر مسائل خانوادگی است. حتی کسی رو من میشناسم که مثلا خونه یک نفری خواستگاری رفته، دخترش رو بهش ندادن. الان تقریبا شاید 30 سال است که 35 سال است که با اون خانواده قطع ارتباط کرده، در حالی که از جمله محارمش محسوب میشن. بر صورت این مسئله صله رحم در اینجا تاکید میشه، به خاطر اینکه این آیه یک سری نصایح بسیار مهم اجتماعی است. در هر روز جمعه این رو در مساجد قرائت میکنن. و ان الله کان علیکم رقیبا، و الله سبحانه و تعالی همیشه مراقب و نگهبان بر شماست. یعنی همه اعمال و رفتار و کردار شما را الله سبحانه و تعالی زیر نظر دارد. در آیه دوم الله سبحانه و تعالی در مورد اموال یتیم ها صحبت می کند. و آتوا الیتامی اموالهم، و اموال یتیمان را به آنها بدهید. امروز متاسفانه در ایران، در افغانستان، حتی در تاجیکستان، در خیلی از کشورهای اسلامی، وقتی کسی پدر و مادرش فوت میکنه یا پدرش فوت میکنه، عمو، دایی، قوم و خویش سعی میکنن که اموال اون رو غصب بکنن، اموال او رو بخورن، پولش رو، زمینش رو. در خیلی از مناطق مثلا در افغانستان یک کسی اگر یتیم باشه، کسی فوت میکنه، تصادف میکنه با مرگ طبیعی یا هر طوری از دنیا میره، زمین و املاکش رو برادراش و قوم و خیشش بین خودشون تقسیم میکنن، در حالی که این ظلم است. و این رو الله سبحانه و تعالی کسی که یک وجب از زمینی رو به ناحق غصب بکنه، الله سبحانه و تعالی به همون اندازه ای رو که غصب کرده باشه از زمین، این رو 7 طبقه زمین رو به همین شکل برش میدن، این رو طوق گردنش میکنن، یعنی گردنبند براش میسازن.
و در جهنم با همین میگرده. شما تصور بکنید یه خونه داره 600 متر است، کنارتون مثلا پسرعموی پسردای قوم و خویشی زمینش بوده، یک در حالت غفلت اومدید 1 متر از زمین اون رو قاطی زمینتون کردید. همین 1 متر رو الله متعال برش میده همینطوری از زمین و این رو طوق گردن میکنه یا گردن بند میکنه برای کسی که این رو غصب کرده و با همین حالت در بین آتش جهنم این عذاب میشه. حتی مثلا در تاجیکستان در خیلی معروف است، برادر به خواهر میراث نمیده. در افغانستان هم در بعضی از مناطق برادرها به خواهرها میراث نمیدن، یا به غیر میلش خلاف میلش مجبورش میکنن که اون زمینش رو بفروشه یا به اینا ببخشه یا به اینها بده. اینا همه حق الناس است. این رو الله سبحانه و تعالی این طرف اگر مثلا 80 سال عمر کرده باشه، 80 مرتبه حج رفته باشه، هر سالم روزه گرفته باشه، طول عمرش هم هیچ نمازی رو قضا نکرده باشه، همه داراییش هم خیرات و زکات همه چیز داده باشه، مجاهد فی سبیل الله هم باشه، در جنگ فی سبیل الله شهیدم بشه، این حق الناس الله نمیبخشه، ولو این که مجاهد باشه و در جنگ با کفار رو در رو به شهادت برسه. 1 سانتیمتر 1 میلیمتر از زمین کسی رو کسی غصب بکنه، چه بسیارن کسایی که امروز خاصا در افغانستان مثلا در وقت کودتای کمونیستا بعضیا مهاجر شدن، برادرش، عموش، داییش، قومش، خویشش اومدن خانه‌اش رو غصب کردن. امروز طرف مثلا بعد از 30 سال 40 سال برگشته میگه برو بابا زمین چی گپه چی، ما 30 سالی رو نگاه کردیم برای تو رفتی فرار کردین. حقش است، حق، ولو این که کافر باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، آتش پرست باشه، مشرک باشه، بت پرست باشه، یک مسلمان حق نداره که حق کسی رو بخوره، ولو که در هر دین و مذهبی باشه. در اینجا میفرماید که و اموال یتیمان را بدهید، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، این ناپاک و مال خبیث رو با مال پاک خودتان قاطی نکنید. یعنی شما وقتی میرید یک و مثقال ذره خیرا یرى و مثقال ذره شرا یرى، الله سبحانه و تعالی میفرماید در قرآن کریم به اندازه یک مثقال ذره، مثقال ببینید ذره یک مثقال رو هم باید حساب بدید، چه خیر باشد چه شر باشد. پیش الله سبحانه و تعالی یک مثقال ذره و کوچکتر از اون هم قابل چشم پوشی نیست. ذره ذره حساب میگیره. وقتی که شما میید در مال و اموالتان پولی رو، زمینی رو، هر چی رو از حرام حق مردم رو قاطی میکنید، یعنی مثل این میمانه که یک مثال خیلی واضح بزنم با عرض معذرت، یک سطل آب تمیز دارید، آب نوشیدنی، یک قطره ادرار داخلش بندازید، دیگه دلتان میشه که از اون آب بنوشید؟ میگید پاک ناپاک شده، میگید کثیف شده، نجس شده. این هم اینطوری است که مال مردم رو اگر که شما در اموالتان قاطی میکنید، همه اموالتون رو چیکار میکنید؟ ناپاک میکنید. برکت، رزق و روزی حلالی که وجود داره همه اون رو شما برکتش از بین میبرید، رزق و روزی خودتون رو حرام میکنید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، و اموال اونها رو، مالهای ایتام رو، یتیمها رو با اموال خودتان قاطی نکنید، نخورید. انه کان حوبا کبیرا، این کار گناه خیلی بزرگ و نابخشودنی است. بعد از اون در آیه 3 در ابتدای آیه بازم مسئله یتیم هست. قضیه یتیم خیلی جدی است در اسلام. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی امر میشه و اما الیتیم فلا تقهر، یعنی با یتیمان بدرفتاری نکن. و یتیم کوچکترین با زبان با عمل در مقابلش یک عملی انجام بدید، چون دلش شکسته است، چون پدر نداره یا مادر نداره یا پدر و مادر نداره، زود متاثر میشه، زود ناراحت میشه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را امر میکنه که با یتیمان خوش رفتاری بکن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از عباداتی رو که سبب میشه که ما همنشین پیامبر باشیم، یعنی چی؟ فکر کنید امهاتاق پیامبر هستید،
در جنت با رسول الله صلی الله علیه و سلم در قصر ایشان، در خانه ایشان، در کنار ایشان زندگی میکنید. کسی که یتیم رو کفالت میکنه، یتیم رو اسپانسر میکنه، یتیم رو کمک میکنه، فرمودن که انا و کافل الیتیمی که هاتین، اینطوری انگشتان مبارکشون رو اینطوری نشون دادن، من و کسی که یتیم رو سرپرستی میکنه این گونه هستیم، یعنی با هم هستیم، با هم در همنشین من هستن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریمیه که اونها کسانی هستن که اونها همنشین هستن با کی؟ با نبیین و صدیقین و شهدا. همنشین و هم صحبت و هم مجلس پیامبر شدن یک نعمت خیلی بزرگی است. یکی از اسبابی که انسان رو سبب میکنه که همنشین پیامبر بشه این است که سرپرستی یتیم ها رو بکنه. فرمودن که من و کسی که سرپرستی یتیم رو میکنه این گونه هستیم. با دست مبارکشون نشون دادن که تصویر ذهنی ایجاد بشه که با پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه انسان میتواند همنشین شود؟ با سرپرستی ایتام. بعد میفرماید که و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، و اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم شما عدالت رو مراعات نکنید. این بحث یک بحث جداست در اینجا. فإن خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اگر ترسیدید که در حق دختران یتیم عدالت نکنید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، ازدواج بکنید با زنهایی که میخواهید. مثنا، دوتا، ثلاثه، ستا، رباع، چارتا. فإن خفتم الا تعدلوا، اگر ترسیدید که نمیتوانید عدالت بکنید، فواحدة، پس یک زن بگیرید. او ما ملکت ایمانکم، یا آن ملک یمینی که دارید. ذالکم ادنا ان لا تعولوا، این به عدالت نزدیکتر است. این کار شما رو از ستم و ظلم دور می کند. داستان از چه قرار است؟ امروز هم وجود دارد در جوامع. به طور مثال کسی برادرش فوت کرده، از این برادرش یک دختر مانده، از این برادرش مثلا 1 هکتار زمین مانده، 1 خونه مانده، باغ مانده، ماشین مانده، پول در بانک مانده. این دختر وقتی به سن بلوغ رسید، طرف میاد چیکار میکنه؟ این دختر رو به عقد ازدواج پسرش در میاره. پسر این شخص میشه پسر عموی دختر، یعنی دختر عمو رو به عقد پسر عمو در میاره. این در بین اعراب رواج داشت. متاسفانه امروز در افغانستان در بعضی از مناطق ایران هم متاسفانه وجود داره که حتی میگن که عقد دخترعمو و پسرعمو رو در آسمان ها نوشتن. این یک امر باطل است. باید به دختر اجازه داده بشه هر کسی رو که خودش دوست داره با او ازدواج بکنه. درست است مشوره داده بشه. اگر اشتباه میکرد، راه اشتباه میرفت، او رو به راه راست آورده بشه، نصیحت بکنید و در تربیت یتیم خیلی دقت بکنید. لکن او رو مجبور نکنید که با پسر شما ازدواج بکنه. چرا؟ هدف اصلی این شخص چی است؟ که بیاد این با پسرش ازدواج بکنه، همه اون مال و اموالی که به این دختره به ارث رسیده میشه مال کی؟ میشه مال پسر این، و طبعا مال پسر که شد اینم در اون تصرف میکنه. یا دختری که شما سرپرستش هستید و این دختر جز محارم شما نیست، یعنی خواهرزادت نیست، برادرزادت نیست، یعنی تو میتوانی با او ازدواج بکنی، اما چون ولی دیگری ندارد، ولایتش زیر به اصطلاح به دست شماست. در جاهلیت چیکار میکردن؟ مردها میومدن با همین دختر ازدواج میکردن. هدف اصلی چی بود؟ که این مال و دارایی که از این دختر به اصطلاح از پدر و مادرش بهش به ارث رسیده رو این رو تصاحب بکنن. طبعا وقتی باش ازدواج میکرد میشد همسرش و همه اون مال و دارایی تحت تصرف این قرار میگرفت. اما اگر یا یک مسئله مهم دیگر مسئله مهر است. طبیعتا وقتی خواست برای پسر خودش بگیره یا خودش ازدواج بکنه، اون مهری که
بالمعروف هست یا اون مهری که دختر خودش میخواد اون رو نمیدن. میان چیکار میکنن؟ در این تصرف میکنن، نه کمتر بگیر، حالا مثلا یک چیز خودشون اصلا تعیین میکنن، اصلا به اون اختیار نمیدن، در حالی که مهر خرید و فروش نیست. مهر یک ضمانتی است که زن برای آینده زندگی خودش از مردی که میخواد با او ازدواج بکنه میگیره. امروز در جوامعی که مهر وجود نداره، بعد میان تمسخر میکنن به اسلام، میگن که حالا اسلام ببینید زنها رو روش قیمت گذاشته، زنها رو به اصطلاح مثل بها خرید و فروش میکنن. واقعا انسان باید به حال اینا بخنده، به حال این انسان‌هایی که الله متعال میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، مثل چهارپایان بلکه گمراه‌تر هستن. الله سبحانه و تعالی به خاطر تضمین و بیمه زندگی یک زن، یک مرد وقتی که زنش رو طلاق داد میره با یک دختر دیگه ازدواج میکنه، با یک دختر باکره دیگه ازدواج میکنه، با یک بیوه ازدواج میکنه، 4 تا زن میتونه بگیره. و در جوامع غربی اگر یک زن میگیره 100 تا معشوقه میتونه داشته باشه. اما یک زن وقتی که یک بار ازدواج کرد، خاصا در جوامعی که مسائل بکارت و این مسائل خیلی اهمیت داره، دیگه به این زن به دید یک زنی که ازدواج نکرده باشه نگاه نمیکنن. میگن این مطلقه است، این طلاق داده شده است، این بیوه است. و اون مکانتش رو که زن داره در جامعه از دست میده. اسلام میاد که این انسان رو، این زن رو، زندگیش رو تضمین بکنه تا وقتی که ازدواج براش میسر بشه، تا وقتی که بتونه با یک مرد دلخواه خودش ازدواج بکنه، خرج مصارفش، زندگیش رو از طریق همین پولی که به عنوان مهر گرفته و حق تصرف رو فقط خود زن داره تامین بکنه. الان در جوامع غربی چی است؟ عموم اروپا، آمریکا و کشورهایی که در اون قوانین مدنی است، وقتی شما یک زنی رو طلاق میدید، نصف زندگی شما رو، نصف زندگیتون رو، 2 تا ماشین داشته باشی یکیش، 2 تا خونه داشته باشی یکیش، 1 خونه داشته باشی نصفش، همه دارایی شما رو نصف میکنن، نصفش رو میدن به اون زن. همون چیز شد. مهری که اسلام میگه مهر بگیره به خاطرش، در حالی که خیلی مبلغ ناچیزی است مهر. اما در اینجا این ظلم رو ببینید. الان خیلی از زنها به دنبال یک بهانه میگردن در همین کشورهای اروپایی یا در کشورهایی که قوانین مدنی است، به یک سر مسئله کوچیکی خلاصه میاد با مرد به هم میزنه، بعد میره نصف دارایی مرد رو میگیره. علاوه بر این، تا روزی که ازدواج بکنه این زن، اون شوهری که این رو طلاق داده باید نفقه این رو بده. الان چی کار میکنن؟ زن میاد طلاق میگیره، نصف دارایی شوهرش رو هم میگیره، هر ماه نفقه هم میگیره، میره با یک مرد دیگه یا روابط غیر مشروع، یا اینکه حتی در بعضی کشورهای اسلامی که قوانین مدنی است، میره با یک مرد دیگری نکاح عرفی میکنه، یعنی نکاح رسمی نمیکنه، میره تو یک مسجدی پیش یک امامی، پیش یک شخصی نکاح میبندن، درج نمیکنه در حکومت. چرا؟ به خاطری که هم از این مرد نفقه میگیره و هم با اون مرد دیگر زندگی میکنه. وقتی قانون به دست بشر بیفته این گونه ظلم و ستم صورت میگیره. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی در اینجا و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اگر ترسیدید که این ایتامی رو که شما سرپرست اونها هستید حقشون رو ندهید، حقشون رو ضایع بکنید، یعنی انسان باید در اینجا خودش رو محاسبه بکنه. به طور مثال اگر این دختر $10,000 اگر مهر طلب داره از یک بیگانه، اگر تو میخوای این رو برای پسر خودت بگیری، تو بگو من 11 میدم به تو، یا همون حداقل همون 10 رو بده، نه اینکه بیای حقش رو ضایع بکنی، نه بگو من 5 میدم 6 میدم، اصلا ظلم بکنی در حقش. نه، همون چیزی رو که میخواد باید بهش بدی. و در دارایی که از پدر و مادرش بهش به ارث رسیده نباید تصرف بکنی. 1 میلیمتر از زمین و جایدادی که داره نباید غصب بکنی، نه برای خودت نه برای پسرت که میخوای اون رو به عقد ازدواج پسرت در بیاری. این قسمت از آیه اشاره به این مطلب است که وقتی که این یتیم هایی رو که شما سرپرست اونها هستید به سن بلوغ رسیدن و میخواهید اینا رو به ازدواج
خودتان یا فرزندانتان در بیاورید، این نکته رو در نظر بگیرید که عدالت رو در حق اونها مراعات بکنید، حق اونها رو ضایع نکنید، هر به اصطلاح میراثی که به اونها رسیده رو پایمال نکنید. یک نکته را که اینجا باید بهش اشاره بکنم این است که متاسفانه مهر امروز در جوامع ما حق پدر و مادر است. خواستم پدر، برادر بزرگ، پدر، اینطوری نیست. باور کنید پدر اگر یک به اصطلاح سنت مهر دخترش رو بدون اجازه دخترش بخوره، این اکل اموال الناس بالباطل است. این مثل اینکه آتش جهنم رو خورده باشه، مگر اینکه در آیه قبلی اشاره شد، مگر اینکه اونها با رضایت خاطر به شما بدن. دخترت نکاح کرده، $10,000 مثلا مهر گرفته، میگه بیا پدر جان این $1,000 مثلا مال تو، این $5,000 مال تو. این هنیئا مریئا بخورید، این حق، این به اصطلاح حلال است برایتون. اما این که شما در اکثر جوامع دختر بیچاره اصلا مهر رو نمیبینه، پدر همونجا پیش مردا تمام میکنه، میگیره نت در جیبش میذاره، میره قمار میزنه، فحشا میکنه، میخوره، هر کاری میکنه، دختر بیچاره اصلا خبر نداره. این ظلم است. والله از قرانش در پیشگاه الله سبحانه و تعالی پاسخ میدید. اگر که شما دیدید که با این یتیمایی که شما سرپرستشان هستید نمیتوانید در حق اونا عدالت را مراعات بکنید، پس نکاح بکنید. ما طاب لکم من النساء، از زنهای دیگری که دلتون میخواد، یکی، دو تا، سه تا. نکته هم که در این قسمت آیه بعد اشاره بکنم، بعضی فکر میکنم میگن که تعدد از زوجات، یعنی 2 تا 3 تا 4 تا زن گرفتن سنت است، نمیدونم فلان است. نه سنت است، نه فرض است، نه واجب است، نه مستحب است، نه نفل است. هیچ گونه عبادتی نیستین، مباح است. یعنی چی؟ یعنی حلال است، اونم طبق شرایط که شرایطش رو باید مراعات بکنید و مهمترین شرط در اینجا عدالت است. و انسانی که میره مثلا به خاطر عیاشی، به خاطر خوشگذرانی 2 تا 3 تا زن میگیره و عدالت رو در بینشان مراعات نمیکنه، در پیشگاه الله سبحانه و تعالی مسئول است و بازخواست میشه. پس آیه اینطوری است که اگر این یتیم هایی که شما سرپرست آنها هستید میترسید که حق اونها رو ضایع بکنید و حق اونها رو ندهید، یا اصلا اونها نمیخوان با شما ازدواج بکنن، نمیخوان با پسر شما ازدواج بکنن، حق ندارید اونها رو مجبور بکنید، حق ندارید حق اونها رو بخورید و حق ندارید اگر که اعتماد نفس ندارید اونها رو به ازدواج خودتان یا فرزندانتان یا نزدیکانتان در بیاورید، آزاد بگذارید با هر کی دوست دارن ازدواج بکنن و شما بروید از زنهای دیگری که دوست دارید 1 2 تا 3 تا 4 تا بگیرید. این برای شما مباح است. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ترس این رو دارید که ببینید چرا الله سبحانه و تعالی خودتون رو میزان قرار میده، یعنی در خود نفستون ببینید، خودتون رو بسنجید، از پسش برمیایید یا نه. اگر نمیتوانید عدالت بکنید فواحدة، پس همون 1 تا رو بگیرید و سر جاتون آروم بنشینید. او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزهای شما که طبق فقه اسلامی کنیزی که در جنگ اسیر شده باشه و طبعا شرایط خاص خودش رو داره، یک مردی که این کنیز رو در اختیار داره میتواند که با او مانند همسرش هم بستر بشه، همه شرایط و حقوقی رو که یک زن داره در خانه می داشته باشه و این رو الله سبحانه و تعالی حلال قرار داده. ذلک ادنی ان لا تعولوا، این کمترین کاری است که شما می توانید انجام بدهید به خاطر اینکه ظلم و ستم نکنید و به همین اندازه‌ای که به اصطلاح توان دارید اکتفا بکنید، تحدی نکنید. آیه دوم هم در اینجا بهش اشاره بکنیم، و آتوا النساء صدقاتهن، و زنها رو مهرهایشان را کامل بدهید، نهلتن، کامل مهرهایشان را به خودشان بدهید، حق تصرف ندارید. پدری که مانند زهر و زقوم میره مهر دخترش رو میخوره، مثل این است که آتش جهنم رو خورده باشه. بچی میگه خودش راضی بود،
برای که تو دسته بی رو بگیری سر بیچاره وایستی بگویی که خلاص این مال من گرفتم این پول رو، جرأت داره که بگه نه؟ این حرام است. مردی که مهر دخترش رو میگیره و میخوره مانند کسی است که بره دزدی بکنه و اون پول رو بیاره بخوره. فرق به اون پولی که رفته دزدی کرده باشه یا از راه حرام به دست آورده باشه با این مهر وجود ندارد، الا اینکه خودش راضی باشه. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اگر که با رضایت خاطر، با طیب خاطر به شما بخشیدن، به شما دادن همش رو یا قسمتش رو، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، از این مهرشون یک قسمتی رو، یک چیزی رو یا کلش رو به شما دادن، نفسا، با راحت نفس، یعنی با طیب خاطر، از دل، مثل که در اصطلاح میگن که از دلش کشیده به شما داده باشه، فکلوه هنیئا مریئا، این رو شما میتوانید در این صورت حلال و گوارا بخورید. در این صورت باکی وجود ندارد. این آیه، البته این صفحه تقریبا همه آیاتش در مورد یتیم ها هست و اموال یتیم هست و خوردن مال یتیم هست و اینکه باید خیلی دقت میشه در اسلام بر اینکه اموال ایتام ضایع نشه. آنچه که از پدر و مادرش به اونها رسیده رو نباید ضایع بکنن.